شرطای خودی دعا چی است؟ شرط دعایی است که چشمت بند کنی از نظر نامحرم، گوشت از شنیدن غیبت و گپای دروغ بند کنی، دستت از حرامخوری بند کنی. شرط دعا طلب دعا را نکنی، دعا را تجاوز در دعا نکنی. این شرطای خودی دعاست. کدام چیزی که طلب میکنی شرط هم شرط داره. اینطور چیز طلب نکنی که سبب واقع شدن گناه و قطع شدن صله رحمی شود. دعا کنی که الله مرا دیگر روی مامای مرا در روی من نزنی. چرا نزنی؟ صله رحمی قطع میشه. یا الله مرا دیگر در اینطور مسجد نبیاری که من نماز بخوانم. گناه است. یا اینطور سوال میکنی که شایان تو نیست، میگی یا الله در اون جایی که پیغمبر زندگی میکنه امو جا را برای من نصیب کنه. برادر مقام پیغمبر و تو با هم برابر است؟ چیزی را مطالبه بکن که لایق حالت باشه. این شرط هاست. الله تبارک و تعالی هیچ دعا را هم رد نمیکنه به شرطی که شرایط پوره باشه. اوقات دعا کدام است؟ در کدام وقت آدم دعا کنه؟ وقت افطار، وقت نزول باران، وقتی که جنگ در میگیره، در بین اذان و اقامت، در مقامات، در صفا، مروه، عرفات، بگوی در منا، در طواف و جاها، در مزدلفه جاهایی است که اونجا دعا قبول میشه. اوقات سیوم حسی آخری شب دعا کردن قبول میشه. در روز جمعه در 1 ساعت دعا قبول میشه. این مقامات اوقات و وقت دعاست، تو باید دعا بکنی، از الله طلب بکن. کدام کس است که دعایش حتمی قبول میشه؟ پیغمبر میگه اتق دعوت المظلوم فانه لیس له حجاب. از دعای مظلوم بترس که در پیش روی دعای مظلوم قطعا پرده وجود. در یک حدیث میایه که الله 3 دعا را رد نمیکنه. کدام دعا را؟ دعای روزداره، دعای مظلومه و دعای مسافره. در یک حدیثی تو آمده که 3 دعا رد نمیشه: پدر و مادر، مظلوم و مسافر. خو حکمت در این دعا چرا رد نمیشه؟ مظلوم کسی است که مورد ظلم قرار گرفته، هیچ طرف کسی نیست که همکاری از این را بکنه. از او خاطر اسباب و وسایل ظاهری از هر طرف چی شده؟ قطع شده. حالی یک توجهش طرف کیست؟ هر دعایی که نمی رقم شرط پیدا کرد که کلی توجه طرف کی شد، اونو دعا را حتما الله قبول میکنه. مسافر هم همینطور است. در دار و دیاری بیگانه قرار داره، نه بچه کاکا داره نه بچه ماما، نه کسی همکار و مددگار داره. یک جهت برش باقی ماند. از او خاطر وقتی که دعا میکنه کلی توجهش طرف کی میشه؟ یک الله. پدر و مادر در مقابل اولاد خود که دعا میکنه الله رد نمیکنه. چرا؟ بچهش زشتکاری میکنه، بد برش میگه، حالی دلش نمیشه که دگیری پلیس هم بده. چرا؟ بچهش است. خو لیکن یک دفعه سوز دلش پیدا میشه. سوز دل که پیدا شد همین کلی توجهش طرف کی پیدا میشه؟ الله. این اینجاست که بددعای پدر و مادر در حق اولادش هم زود درگیر میشه. تلاش کنه که پدر و مادر در حالت بددعایی گیر نکنه. البته یکی پدر و مادر بددعا به خاطر کار شرعی به تو میکنه، تو را به طریق سنت نماز میخوانی و برات بددعا میکنه. از این بددعاها نترسی. خو الله تبارک و تعالی تو دعاها را باز قبول نمیکنه. در غیر از او دعا یکی از جمله اسلحه های آخری انسان است. بعد از اسباب ظاهری بزرگترین اسلحه که ما استفاده و استعمال میکنیم کدام است؟ دعا است. به الله عاجزی بکنه. اما امری که خیلی زیاد مشکل به نظر میرسه شما شروع بکنی به دعا، الله او را پوره میکنه. و اذا سألك عبادی، وقتی سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام بندگانی ما عنی در مورد ما فانی قریب، الله میگه من نزدیک هستم، اجیب دعوت الداعی، قبول میکنم دعای دعا کننده را. اذا دعانی، وقتی که از ما طلب بکنه از قبرا طلب نکنه. فلیستجیبوا لی، باید که قبول کنن اجابت کنن تمام طاعات و اوامر مرا. ولیؤمنوا بی، باید که یقین داشته باشه بالای ما، یعنی عقیده صحیح بالای ذات ما، بالای صفات ما، بالای افعال ما داشته باشه. لعلهم یرشدون، بخاطر که در مقصد خود برسه، در هدف خود برسه توسط دعا. وحل لكم لیلة الصیام الرفث، حلال کرده شده برای شما در شب روزه الرفث، هم بستری کردن، خواهش پوره کردن، امرای اعلان نسایکم به زنانتان.
هن لباس لکم، یا لباس برای شماست، و انتم لباس لهن، شما لباس برای زنایتان هستی. علم الله، معلوم کرده بود الله، انکم کنتم، که یقینا شما هستی، تختانون ده خیانت واقع میکنه، انفسکم، نفسایتانه. فتاب علیکم، رجوع رحمت کرد الله تبارک و تعالی به قبول نمودن سوالتان یا به تخفیف آوردن. و عفا عنکم، و وسعت داد در حکم، یا و عفا عنکم، از عمل سابقتان الله عفا کرد. فالآن باشروهن، پس آل شما هم بستری بکنه به امرای زنایتان. و ابتغوا ما کتب الله، طلب کنه آن چیزی را که الله مقرر کرده لکم برای شما از اولاد صالح. و کلوا، بخوری و اشربوا، بنوشی، حتی یتبین، تا ای که خوب واضح شوه لکم الخیط الابیض، برای شما اموتار سفید، من الخیط الاسود، از تار سیاه، من الفجر، از فجر. ثم اتموا الصیام، بعد از پورا کنی روزه را الی اللیل، تا شب، تا غروب آفتاب. ولا تباشروهن، شما هم بستری نکنی امرای همسرایتان، و انتم عاکفون، در حالی که شما معتکف باشه، فی المساجد، در مساجد. تلک حدود الله، ایو چیزایی که ذکر کرده شد محدودیت هایی بود که الله مقرر کرده بود. فلا تقربوها، نزدیک نشوی ده او امری که الله منع کرده. كذلك يبين الله، اینمی قسم که احکام الله بیان کرد، واضح واضح بیان میکنه الله آیاتی احکام دیگه خودم، للناس، برای اصلاح مردم، فایده مردم، لعلهم یتقون، بخاطری که مردم ها خدا وقایه کنه ده امور غلط واقع نشوه، به این خاطر الله بیان میکنه. حکم متعلق روزه، باز چون مسئله روزه بود، مسئله دعا در بین آمد، چون که دعا در رمضان خیلی قابل قبول است، الله ذکر کرده بود. اینجا باز موضوع رمضان آمد. پیغمبر علیه الصلاة و السلام و صحابه در اول مامور بودن وقتی که غروب آفتاب میشه تا که خواب نرفته خوراک میتونه، کمی خواب رفت بعد از او دیگه خوراک من است. یکی از صحابه کرام که روزه داشت، بیگاه که خیلی مانده و زله شده بود، آمد تا که همسرش برش روز افطاری و گپا را تیار میکرد، باز بعد از غروب آفتاب باز خو رفت. که خو رفت باز خود چیز خورده نمیتونست، سبا باز روزه گرفت و زوف شد. این حالت سرش آمد. الله تبارک و تعالی حکم روان کرد، آلی در تمام شب اگر آدم خو میره اگر نمیره، اما الله تبارک و تعالی روا کرد خوردن، نوشیدن و هم بستری کردن. و همچنان بعضی صحابه از طرف شب با امرای همسرایشان هم بستری کردن و این حکم خو ممنوع بود. الله تبارک و تعالی در این حکم هم تخفیف آورد و مکمل شب رمضان مبارکه حلال کرد برای خوردن، نوشیدن و هم بستری با امرای همسرایشان. این تخفیف حکم از جانب الله بود، چرا حالات مردم تقاضای امی گپا را میکرد. اما الله تبارک و تعالی که حکم بیان میکنه برای ما به طرز و طریقه بیان میکنه که انسان درک بکنه واقعیت را، که یقینا زن چی مقام و منزلتی داره برای مرد، شوهر برای زن چی مقام و منزلتی داره، احکام الله چی جنبه های داره. آیا جنبه های محض پوره شدن خواهشات نفسانی است یا نه که در این حکمت های بزرگ دیگه وابسته است؟ الله تبارک و تعالی حکم به طوری بیان میکنه که ما تو درک میکنیم که حکم الله مصالح خیلی عظیمه در بر داره. اول بر ما میگه احل لکم لیلة الصیام الرفث، در مسائل استفاده کردن از خوردن، نوشیدن یا همچنان هم بستری کردن ما در یک محدودیت قرار داریم. الله برای ما چوکات مقرر کرده، هیچ وقت ما بدون نمی محدودیت آزاد نیستیم که هر نوع که خواهش قلب ما باشه امو قسم بکنیم. نه، الله در این مورد برای ما حدود مقرر کرده. خوردن، نوشیدن، هم بستری کردن حدود داره، چون ما بندگان الله هستیم، مطابق حدود الله باید زندگی خدا پیش ببریم. از او خاطر برای ما میگه حلال کرده شده، یعنی ذات الله براتان حلال کرده، وگرنه شما بندگان الله هستی پابند حکم الله می باشه. چی را حلال کرده؟ الرفث، پورا کردن خواهش، هم بستری کردن. قرآن کریم ادب بر ما یاد میده از موضوعی که در این قسم حالت می باشه به طریق کنایه ذکر میکنه، صراحتا نمیگه الا نسائکم، رفث برای یعنی هم بستری کردن با زنانتان. چرا؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنا لباس برای شماست و انتم لباس لهن، شما لباس برای زنایتان هستی. چه رقم لباس است؟ لباس چی میکنه؟
لباس آدم از سردی و گرمی نگاه میکنه، لباس سبب زینت انسان است، لباس وقایه وجود انسان است. بس لباس لازم و ملزوم است. قطع تو نمیخوای که لباست لکه‌دار شوه. تعبیر قرآن ببینی، عالی مقام و منزلت شوهر برای زن و زن برای شوهر بالکل واضح میشه. در جامعه افغانی یک دفعه نظر بندازه که آیا زنا در پیش شوهرای خود چه حیثیتی داره و قرآن چه تعبیری داره. ما لباسم است، نمیخوایم ای بسوزه، نمیخوایم حتی لکه بخوره. اگر لکه بخوره دستی تلاش میکنم، صابون پیدا میکنم، پس ای را چی میکنم؟ محو میکنم. خوش دارم لباس خیلی درست داشته باشم، پاک داشته باشم. با می لباس ما خب عیب معلوم میشم. همسر برای شوهر لباس است. پاک دامن جور میکنه تا ملوث نمیشی نعوذ بالله به گپای غلط و نادرست و بی‌حیایی. یک خودت میخوایی لباس مخصوصی ما باشه، با کسی دیگری نباشه، لباس ما را کسی دیگری نپوشه. شوهر از زن همی مطالبه را داره که فرشش کسی دیگری پایمال نکنه، قدم در فرشش کسی نمانه. زن خواهش داره که شوهر لباسی ماست، این لباسی ما را کسی دیگری نپوشه، شوهر من جای دیگر غلط پایمال نکنه. زن برای ما پرده است، بله پرده است، کلی عیبای ما را پوشانده. از او خاطر زن عیوب شوهر خود به کسی دیگری ولو نزدیکترین دوستی باشه قصه نمیکنه. شوهر تمام مسائل زن خود به نزدیکترین دوست قطعا قصه نمیکنه. قرآن برات میگه شما لباس مثل بدن واری لازم و ملزوم استی، عیبار لباس پوشانده. این همی قسم تمامی گپایی که در بین شما میگذره در بین شما باشه. حیثیت لباس داره. لباس زینتی است، همسر زینتی است، شوهر زینتی توسته. یکی با دیگه زینت است. فقط کی زینت میشه؟ زینت وقتی میشه شوهر در این فکر باشه وقتی که ما همسر خود چطور قدردانی کنم، چطور حقش بشناسم و پوره بکنم، و زن در اینمی صدد باشه که شوهر حق شوهر را چطور ما پوره بکنم. با کدام امور شوهرم خوش میشه، شوهر بگه با کدام امور زنم خوش میشه. امی احساسات اگر باشه انشالله نه موضوع طلاق پیدا میشه، نه جنگ، نه جدل، نه از خانه کشیدن، هیچ چیز پیدا نمیشه. ما خمیره میگیم که بیا کتاب الله را بخوان، بیا کتاب الله را بخوانه که ضرورت پیدا نشوه کسی طلاق یکی دوی سه داده شوه. نه نه نه، قرآن بخوانه که حیثیت یکی دیگه تا بدانه بفهمه. حالی من در عمر خدا می لباسم خوش ندارم کسی لکه بزنه، ای لباسم از ما بگیره، ای لباسم را نعوذ بالله تحقیر و توهین کنه، قطعا نه. بس دیگه قرآن برات گفت که زن لباس برای شما، شما لباس برای زن است. عزتم است، آبرویم است، بگوی همه چیزم است. بس حالی قائل شویم دیگه. اتو نشوه در جامعه افغانی ما زن محکوم ترین چی است؟ فرد است. در خانه داخل میشه سلام پرتافتن خو عیب است سری زن. هستم اونطوری یا نه؟ قاشا در اینجا افتاده، مانده نباشی برات میگه، زنده باشی نمیگی، خوش آمدید برات میگه، خیر ببینی برش نمیگی. در وقت تو واده چیزای ضرورت خانه را نه سبزیجات نه چیزای خوراک کباب برش نآورده. ضرورت میشه بر رفتن خانه پدر سوغات یا کرایه را برش داد نمیدی. چی توقع از او داری؟ پدر نالت. حالی اینجا تو انسان شدی، چارپای بودی اینجا، و این گپا خود دیگه می احساس میکنه که من واقعا چطور بودم. حالی چی احترام و تعظیم بری تو داشته باشه؟ ها؟ در جامعه افغانی ما این گپا در حد آخر است، در حد آخر. شما باور به الله بکنی حق زنا را نشناختن، من حیث لباسی را زنا را برای خود نگاه نمیکنه. بس امو جنگ، جدل، نزاع، کشمکش، مرد سالاری، خشونت، خلاص. یک طرف ما اینطور مردم است، یک طرف دیگه ما چطور مردم است. امیطور تمطراق سر شوهر خود میره که بیچارگک بی اجازه بگوی چادری خود گرفته نمیتونه، چادری خود. اینطور سیاست سرش میکنه که تو میگی یک غلامی تربیت شدی عزیز است. چرا؟ نمیفهمه حیثیت زیر مقام شوهر خود.
مقام شوهر چقدر بود؟ پیغمبر گفته بود که اگر سجده جایز می بود زنا را امر میکردم که برای شوهرها چی میکرد؟ سجده میکرد. در حق زنا چی گفت پیغمبر؟ ای خیارکم خیارکم لاهله، بهترین شما کسی است که برای اهل خود چی باشه؟ بهتر باشه، بهتر باشه. بهترین شما در بین مجموعه شما بهتر کسی است که به اهل خود خیار باشه، خیر باشه، از حالش خبر باشه، از حالاتش خبر باشه. بیه آدابی که شریعت اسلامی برای زن و شوهر مقرر کرده، اوامری که شریعت اسلامی یار مکلف ساخته، او را بجا بیاره. باز بعد از او بگوید شکایت بکنه که بله احترام متقابل وجود نداره، عزتمندی متقابل وجود نداره، باز جنجال و کشکال قطعا نیسته. خب با تأسف که از قرآن دور زندگی شده. خب از اون دختر چی توقع بکنیم که یک روز قرآن نشنیده؟ خب تمام روز تا بگاره در خانه دق آورده فیلمسای کرده، دق آورده فیلمسای کرده. خب حالی گناه دختر در چیسته؟ در موبایل قطعی کسی ارتباط گرفت از دستی تنگ بودن در خانه، احترام نکرده به خاطر که فیلمای جنگ و جدل دیده. او چی احترام بفهم؟ یک روز در درس قرآن و حدیث نرفته و تو نماندی، تو پدر تو شوهر نماندی، چی احترام داشته باشه برای تو؟ خب بفهمه که من مسئولیت دارم. قرآن یک گپ برای ما گفت، هن لباس لک. از این کده تعبیر زیبای نخواد در یک لسانم ما و شما پیدا بکنیم مثل که قرآن برای ما گفت که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. بس لباس هستی. علم الله انکم کنتم تختانون. الله معلوم کرده که شما واقع میکنی در خیانت، واقع میکنی انفسکم، نفسایتانه. حالت سخت بود، بعد از خواب رفتن هم بستری نمیشد او تقاضاها زیاد پیدا میشد. صحابه کرام در بعضی روایت است که واقع شدن در میطور حالت. اگر واقع شده باشه عفا عنکم، ایمانا را داره الله عفا کرد از شما. چرا؟ به خاطر که توانایی قطعا وجود نداشت، از او خاطر الله شما را نمیگیره. یا است که تعالی را واقع نشده، خو الله معلوم کرده که همینطور حالت ناگوار پیش میشه، از او خاطر فتاب علیکم، الله رجوع رحمت کرد برای تخفیف حکم و عفا عنکم. در حکم خود وسعت آورد، نگفت که همی خو رفته دیگه چیز خورده و نوشیده نمیتونه، نه، تا که طلوع صبح نباشه. این پشتی سر بر ما میگه فالآن باشروهن، آلی هم بستری بکنه. خو ابتغوا ما کتب الله لکم. ده هم بستری تنها قضای حاجت نیست، شهوت نیست. یک حیوان واره نعوذ بالله که فرقی نمیشه در هر جایی که باشه. دنیای غرب آل زندگی حیوانی است. برای کسی که ضرورت برای قضای شهوت میشه در هر محله، در هر کوچه، هر کسی که باشه، دین مقدس اسلام قانون یا برنامه خیلی سنجیده و بگوی خیلی مرتب داره. اینطور نیست که نعوذ بالله هر طرف که میری و هر طرف که خواهش پورا میکنی برای تو اجازه است. نه، امین جمع که خواهش پورا میکنی محض پورا کردن حاجت نباشه، بلکه هدف بزرگ دیگه در نیتت موجود باشه. او کدام است؟ وابتغوا، طلب کنی ما و اولادی را کتب الله که مقرر کرده الله لکم برای شما. دمی هم بستری هم شما طلب اولاد صالح را داشته باشی که الله بر ما اولاد بده و اولاد صالح باشه، دعوت دین بکنه، او یقینا وارثی واقعی ما باشه، اخلاق ما در او موجود باشه، دیانت ما در او موجود باشه. چرا؟ این موضوعی است که نسل انسانی نمیتور باقی میمانه. اگر پدر و مادر ما نمی بود ما کجا بودیم؟ از او خاطر تو باید این گپ داشته باشی. قرآن میگه با هم بستری کردن این نیت و اراده را باید داشته باشی که اولاد الله برات بده. امروز با قصد نعوذ بالله که زندگی حیوانی را پیش ببره، دواها را میخوره که اولاد نبیایه. باز چی میگه؟ بیا که زندگی خوش تیر کنیم. کدام زندگی خوش؟ تا چی وقته؟ روزی فرا میرسه که ای پدر ای مادر که اولاد نداره در خیلی ضعیفی میرسه، اونجا باز در دلتان میگرده که کاش که یک اولاد نداشتم که حالی از اونجا از سطل یک گلاس آب برم میداد. اتو روز سرت میرسه تو پدر باز میگی که کاش که اولاد میداشتم که حالی از بازار یک کیلو سیب برم میآورد. خود تو در حالت جوانیت مست بودی، میگفتی زندگی خوش تیر میکنیم. اینجا در پالوی ما کسی نباشه که چنگ چنگ گریان کنه
این گپا باشه. نه، ما زندگی خوش، آزاد بگردیم برویم، زنام خوش شوهرم خوش. لیکن این خوشی نیست، این قطعا خوشی نیست. اگر پدر مادر تو امی تو واری زندگی میکرد تو در دنیا می آمدی؟ قرآن میگه نه، با همبستری محض پورا کردن مطلب نیست. همبستری برای یک هدف عالی است که به دنیا آمدن اولاد صالح است. و کلوا بخوری و شربو بنوشی تمام شب برای شما اجازه است، حتی یتبین، تا که خوب واضح شود، لکم برای شما، الخیط الابیض، و همون تاری سفید، من الخیط الاسود، از تاری چی؟ سیاه، من الفجر، از صبح. از صبح. یک صحابی عدی ابن حاتم رضی الله عنه نام داره. آیت قرآن شنیده بود، من الفجر نشنیده بود، برش گفته نشده بود. رفت قرا خو کرد، زیر بالشت خود دو دانه تار ماند، یکی سفید یکی سیاه. هر دفعه میخی سعی میکرد که تارا با هم جدا شده یا نشد. صبح شد و تارا جدا نشد. آمد پیش پیامبر علیه السلام گفت یا رسول الله این تارا خود جدا نشد. گفت عجیب است، من الفجر، این تاری نه که تو او را چی کرده ای؟ لوله کرده ای در زیر بالشت مانده ای. تاری که در آسمان دیده میشه، یعنی خط سفید و سیاه با هم جدا میشه. غروب که میکنم غروب هم خط و سیاه و سفید جدا میشه. صبحکی هم همینطور است. و این یک امر است که عام است. چوپان در سر کوه هم میفهمه سرش. بگوی یک شاگرد مکتب در شهر هم سرش میفهمه. یکی ما و شما هستیم که متوجه از این هستیم گروپا دمی روی ما را گرفته یا کوها می باشه. اگر این کوها نمی باشه غروب بالکل شما شام برای بیرون بالا شدن چی را شب بالکل میفهمه که سیاه حرکت کرده بالا میاد، لحظه به لحظه بالکل هر کس میدانه. دین اسلام احکامش آسان است. این نیست که بر ریاضیات آلی نقشه کشیده میشه سحر و افطار، به نقشه مردم یه چیزی نمیتونه. باز دیگه پیدا میشه دیگه از جان خود میگه احتیاط دایسته. نقشه شالی قطعی امروز مقایسه کنی که چقدر فرق داره. 10 دقیقه پیش مردم روزه را افطار میکنه او جناب 10 دقیقه پسان چی میگفته؟ بگو افطار گفته. ډوډۍ خور. دین اسلام به این طوری نیست. تو الله احتیاط نمیفهمه، پیغمبر احتیاط نمیفهمه، تو به احتیاط نمیفهمی. ها یک نقشه افطار سحر امام برادرای امام کشیده بود، در هر جایی که رفته بود وسو انداخته بود. چرا 5 دقیقه وقت است. آلی امون نقشه را عملی میکنه مردم کلگی، چرا که واقعیت همونطور است. مسئله احتیاط اینجا نیسته. و چیزی که در دین آمد اون امور تابعداری کو، از خود دیگه در شریعت اضافگی و حدود وضع نکو. بس آسانی در حکم است. آسانی در این حکم است یک آدم اگر به خطا ولو که طلوع فجر شده خو خطا شده فکر میکنه که طلوع فجر طلوع نکرده، بالکل روزش صحیح است. پیغمبر علیه السلام این قسم حالت آمده اعاده نکرده. امی عدی ابن حاتم خورده روی بود، پیغمبر نگفته که باز روزه را قضا بیار، شده تبیان گفته تا که خوب واضح شود صبح. که خوب واضح شود صبح چی رقم خوب واضح شود؟ که هر کس میفهمه که این صبح بر آمده. تا نو وقت بری تو جایز است. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام میگه اگر جام در دستتان بود و آذان شنیده چی نکنه؟ بگه خدا سیر کنه، آلی جام او سو نکنه.